پیامبر صلی الله علیه و چند سال دعوت کرد تو وقتی الله امرش نکرد با جهاد. الله بترس سبحان الله. این من میدونم تو تلفن تا گوش کردن برای تو ممکن در قلبت دیگر نشه. اینما الاعمال بالنیات. ما امیرم اولی ترکو هم خیلی چی میکنم میگم که شاید که تا تلفن ترسیده برای که ای باید ترس یگانه ترس الله باشه زیاد ای طاغوت ای غیر الله ترس این خودش شرک میشه. اینا خودت میدونی. من تو گفتم که باید ما یک دیگر با حضور با خشونت خیلی تام گپات ادرانی قاطع او دیگه گفتم که تا هم تلفن ترسیده سای ایگا پورا گفته سای برنامه الله کو اوجی تو میگوی که تو عصبی میشه گفتم اوجی تو بگو من پاکوی نگاه میزنم برای دین برای مجاهدین گپ نزدکم من برنامه الله گوش میگم تو مرا بگو که تو خیلی تواری تو خیلی من میگم علی راسی من قبول دارم تو من خیلی آدم هستم من خیلی مرض هستم گپ نیست نه که برای دین میگو او غیرت شون دکجور صرف کنم. سبحان الله. الله میگه شاعر تاجیک تون میگه که الله نعوذ بالله الله سبحانه و تعالی قطعی پیامبر جادوگرشون بالای نمیبروه امامت شیطان رو خونش داد. شما با کی خدمت شما چیه؟ فقط هم میرین چرت معاویزه میکن بعد نماز میبرون اینا خودت فکرش هم دانیده بعد نماز میبرون میرفتن پیمانوشکا بعد نماز میبرون میرفتن نماز زینوکنی امیای اسلام پیشروی تو شریعت نباشه چرا من تقوا میکردم لبای یک مشکل مثل خودت از داخل قلب من گپ نزن من والله برای تلاهی که تلفن من گوش میکنن نمیکنن کسی گوش میکنن نمیکنن خب بعدی گوش کنن مثال بعدیشتی گوش کنن خدا خارش کنن بعدی کی گوش میکنن نمیکنن ایش کاری اونو من از ایش والله برای تلاهی آگاهی هم ندارم من در درون خونه میستادگیم حتی تو مثال صحبت در کار میشید صحبت نمیکنم لیکن من از برای خدا و خاطر خدا مثال صحبت کردم بگذار برای من زحمتم شود یا مشکلاتم شود ممکن گوش کنن ممکن پیش من بیام بگرد مثال فلانی با دقت زدم من میگم که مثال من همچه از علم خدم ساده بودم برادران تکلیف کم دعوت کم گفی مثال هم میدانستگی علمی میفهمیدگی من برای او گفتم خب این شمایل شوخی چیزی میکنم نمیکنم کسی گوش میکنم نمیکنم اینو شما پروا ندارم والله هیچی پروا ندارم ولی در همین مسئله مثال باز میگم معصوم که ما حیفیدن بچه را خطا را از روی همین آیت ها و حدیث هایی که برای تو خواندستم من از روی همین ها میگم من به عقلی خودم یا برای فایده کسی یا برای خرسرشیدن کدام نفری من اینها را بیان ندارم برادر عزیز. درسته خیلی درسته ای فقط امیر ما فهمیدانیم که همین سخنان خاص از قلب درو مثل عقیده و همه تمیه تیکه تمیه که ما خطا کگیم ما خطا کریم همه خیلی از خطا برادر عزیز باز میگم کارتونه چین کردن همین عملتونه چین کرد بینین که چی خوب کردیسین با مردمی مثال با مردم چی معامله که خیلی اونهایی که مثال در اونجا میجندن همه اینا یک غرضهای مثال بگیم که بین دولت ها هست اینجا حاضر مقصدهای همون دولت های کفر در اونجا حاصل شده وقتی یک دولت های کفر چی روسیه باشه چی امریکا باشه چی ایران باشه چی خیتایش باشه وقتی به دست شما مقصدهاشون حل کردیستن آخی میگه کوری که در پیشت گورای همین نکن شما احساس نکنید انا که آخران سخن مامه گومد که والله بالله تالله قسم خودستم یا الله تو شاهد باش والله اوجی ای الله بترس ایجا ما بیاگان دولت کفر قطعی همکاری نداریم ما کامی که قطعی طاغوت همکاری میکنیم ما رو قبول نداریم ما را گفتن که شما آدمای امریکایی اوز ما تمام دنیای کفر زده سای نه که شما آدمای خوب شما پیروای پیامبر صلی الله علیه وسلم شما قطعی طاغوت همکاری کرده سین نه که خیره انشاءالله باذن الله مایلی تی امروز چیکاری میکنی بکه فرصت داری
او ترا الله خونه داد، ماشین داد، چیزی داد، ایرا همه ایرا عزت داد، همه ایرا روی اسلام داد. فرد روز قیامت الله ای قلبای همه اونو گوی و الله در نزد الله ما سری ته دعوا میکنم که ته مردم گمراه کردی، ته گفتی که مسجد یک کارخانه دولتی است، ته گفتی که ما یک آدم دولتی ام. کدام دولت؟ دولتی که بر ضد قانون الله، بر ضد الله جنگ اعلام کرده. ته مردم گفتی که او خوارج نرین، ته باید ایجاد میکردی عقب ته انشاءالله باذن الله. ما الله امیدوارم که الله خودش میدونه که ته اگر همین طوری علما اگر پیشوایی که اومدین دعوت کردین اگر شما اگر اجرات کنین بین در اینجا بین نگین خوارج، بین ما را اصلاح کنین. شما بین عقب شما میلیون ها، صد هزارها نفرها سبب هدایت میشون، سبب عزت. شما کاری کردین که در روسیه مردم غلامی میکنن، اما داخل ذلت زندگی کنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم که رزق پیامبر زیر سایه شمشیر شه. چی با شما درباره جهاد میان خیلی پولیم خیلی میشین. سبحان الله. ما دلم با تو میسوزه برنامه الله، برای که من چیزا ایت فهمیدگیم. والله ما زندگی من خوب کردیم، چقدر خوب کردیم. ما اومدم چیزی خوب ایت فهمیدگیم که ماشاءالله برنامه الله. هر وقتی من تو نگاه میکنم که اوی دیدم میره که من اینقدر محبت با تو زیاد داشتم که من با مبدی خیر امتی میخواستی. امروز من میخوام در تو خیر کنم. من میخوام که من توقع نرم که جای میرم، من قطعی تو برم، تو را بکشم بیارم ایدران این طاغوت ببرم. والله بیلای تالله ای برادر، اینا من با برادر بتیسم نکه الله بترس برنامه الله. تو امروز نه فردو تو نزد الله راکی تو زندانی اگر طاغوت بترسی تو خودت میدونی که زندانی الله دیگه خیله. والله بخزن همه این امروز توپاگا در همون تاجیکستان هم سر میشوه، در همونجا هم کورو سر میشوه. بعد چیکار میکنه؟ سبحان الله. والله بیلای تعالی من دلم با شما گره نمیشه. امروز با محمدلو با گپ آورده که ما خوارج دلیل گفته اوج من زب چروی کنن عطوت علمیش میتن، علمی قطعی حکم شمه برورن. سبحان الله. تو خودت میدونی که او فتنه بدبخت همون محمدلو همون کل همون وقتی که در رجدن پیامبر قید کردن همون بدعت، وقتی که در خونه من شدم اترا گفتم که کاری بزرگ کردید، فتنه را بیدار کردن مسجد تو بیدار شد. تو گفتی که من نمیدونستم که خیلی میگم خاک بر دهن تان گفت دایت تسته انشاءالله باذن تو همه چیز دایت خاک بر دهن تان گفت دایت تسته. گفتم که اوجی ولی نگاه که همه را یکم تبلیغی را دیم سلفی را چین شما را همه تا طرفا میگن، همه تا طرفا کردن. ای برادر جون بیا کریتیک بزنیم برنامه الله. او میگه که مردم گمراه میکنن، با جوانو را گمراه میکنن، رسیدن برن جوانو را ما گمراه میکنیم یا او. سبحان الله. ما برای سوم آدمو را میارم شما میگیم. سبحان الله. والله بالله تعالی میدونی که من نه حدیث میگم نه آیات کام بیره یک بار خچگاه میزنم کو والله الله قلبمون آگاه یا الله زبان ما رو به قلبمون رو به عملمون یک بگردونه. الله قلبای ما رو ای ریا ای کبر ای شرک ای بخل و غدر توزه بگردونه. برنامه الان سخن ای قلبم میبره کو تو چندی که ما رو بعد گفتین که ما رو سیاه کردین مقلب القلوب خچه. برنامه الان کل تاجیکستان همین جامعه سه زن مرد کمپیر مسافر همه اومده. برنامه الان اینجا عدل اینجا نالوگ لیکیزه هیچ چیزا نیست. بیان کار کنیم ما دنای کلو بیم میریم میدونی در کجا جنگ میکنیم. هو در ایلینا با دوست 500 کیلومتر 700 کیلومتر روز. برنامه الان عدل همه این گفت دروغ. برنامه الان وقتی من در دوله نبودم من در جبهه روس نبودم ما ابوبکر بغدادی را دای بعد میکنم میگفتم ما را شو میبین می خوارجه. والله بالله تعالی ما گفتم یا الله گرفتم گفتم یا الله ما در ایتن نو عدلی دیدم در جبهه دیدم همه یا دموکرات خوان شنویده است گفتم انا گوش کن. ما گفتم یا الله ما علم ندارم ما را راهنما خیلی باش کنتر استخاره خونم آمم دای جدیدم تو نمی نوه ما دوله را فتویجه قبول نمیکنم. وقتی که منهج همش فهمیدم بعد گفتم الله اکبر یا الله ما را ببخشی. من این برادرها را خوارج گفتم. در بین ما نمیگم ما ملائکه ایم. برنامه الله در بین ما رنگ ما به علم بسیاره. شما در کاره که بیان ما را اسپرای کنید ادورگی نگین که او خوارج او ایتاری او خطاکار. بیان
الحمدلله هدف اساسی دعوتی تو برای چیه؟ دعوت میکنی برای چی میکنی؟ برای که قانون الله را حکمران کنی، نه طاغوتی را. قانون الله شریعت کردیم، الحمدلله بهترین نعمت شریعت داد. خلافت 100 ساله بود، برای خلافت جان میده. خلافت چی ده؟ ما دعا میکنم یا الله اگر همین ابوبکر بغدادی، همین عمرای ما، همین امیرای ما کامش که غلط داشته باشه، یا الله نست نابودش که، یا الله کدام مجاهد در همین دوله اگر غلط دارد نست نابودش که، عدل عمری که در خلافت ما. سبحان الله. من والله آمدم که قانون الله را حکمران بکنم. ما اومدم که باذن الله ما در عدل زندگی کنم، در قانون الله زندگی کنم. امروز دخترای ما دختر دارم 4-5 سال پس دیگه دختردار میشم، کلان میشم. او را چخیلی تربیه میکنیم در طاغوت؟ دخترها در مدرسه میخونن، دختری هست که در مدرسه میخونن تلفن داره چیکارا میکنن؟ او همون شریعت همون حکم الله. سبحان الله. در اینجا چی برای تقوا کردن نمیتونستم ما در تاجیکستان؟ چی نمیتونستم؟ برای که در اونجا فتنه فساد خیلی باریده است. یک تیر میزنه تقوا تا در اینجا نیست. خیلی چی گوه برادر؟ این در تاجیکستان نشود، در دیگر شهرش میشود. شهر دیگر انتخاب دیگه در جای غیری. ما ایران دا بدم، دولت مشرکی ایران دا بدم، گفتم که دولت اسلامی زن فرزند ها میگیرم، میرم به حکم الله زندگی میکنم. افغانستان دا بدم، همه جاش دا بدم. اخی جانی را تخدت پریکاس نمیدونی برنامه الله. والله بالله تالله حاجی ما از برای الله دوست نداشتم، نه تازی نه تا همین عقیدت بگذارم. ما اگر نگذاری والله ما در نزد الله سرت دعوا میکنم که تو مردم گمراه میکنی. خیلی بگو که ایستنی بگو ای الله برتاز ببر کرونا بگو که اینا را من نگفتم. چخیلی که دوره پیانوسکا و زیناکورا و زکسکنو میگفتی، خیلی ببرار بگو که نه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. دادن ملسایی ما اینا گفته بودم، ما ای گفتم گشتم والله قانون شما بر ضد قانون الله، بر ضد کودکس الله جنگ اعلان کرده. این بر ضد الله جنگ اعلان کرده. والله کارا بس کنید که همه ما میم همه او را بکشیم کو خونی او را کی جا میتا برای او فکر میکنه که جمعه که ملزاجن حق هم نچید. نه آخه برنامه الله اینا فکر که هر وقت تکسری تا سر تمیمونه برنامه الله خطا دفعش الله راست دادن فکر که چخیلی میشه وای کو. давай مالی خیر الله هدایت کنه همه ما را، الله قسمت کل ما را بخیر داره.